سلام علیکم. خوب هستی مامان جان؟ صحت خوب است جان جور است؟ بخیر است. صحت خوب است چی گپ است؟ خیر. شکک از خودت است؟ جانم شکک بجا عادت کرده بس. چقدر کلانش کردی؟ چوچه بجا کلانشون کردیم 2 دانه است، یک تا سیاه یک تا زرد. یک تا زرد. خب من یه دوستای عزیز راهگذر بودم تیر می شدم ماما را دیدم که در بغل شد بسیار خوب کردی بسیار خوب کردی. باش که یک فیلمشون بگیرم خوب عادت داره که عادت کرده. تو خیریه از گوشت دیگه چیز نمیخوره. گوشت بخوره گوشت میخوره نان خشک هم نمیخوره. خب یکم تا کیک میکرد شو بخوره دیگه. بس دیگه چیز نمیخوره دیگه هیچ. به وطن دارا چی گفتنی داری؟ به دوستایی که میبینی؟ وطن دارم دیگه برم همی گفتنی را دارم که هم وطنهای خود هم دین و هم مذهب خود برادری هم وطنی کنن و هم راضی کنن خیر ببینید برادری بتن که وطن ما و شما آرام شو از بدبختی نجات بیابید. خدا خیر بده خیر ببینیم مامان جان خدا خیر